دوستان و همراهان همیشگی گروه مهندسی سبزسازه، سعید سرفرازی هستم. با آموزش مطلب برای عمران در خدمت شما هستیم. همونطور که آگاه هستید ما در این برنامه قصد نداریم زبان برنامه‌نویسی مطلب رو به صورت کاربردی برای همه رشته‌ها و تخصصی زبان مطلب رو تدریس کنیم. بیشتر قصد داریم یک سری نکات و اون موضوعاتی رو که یک دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران البته در ترم‌های اول نیاز داره رو آموزش بدیم. امیدوارم که بتونیم بهترین و کاربردی ترین آموزش رو خدمتتون ارائه بدیم. آموزشمون رو شروع می‌کنیم. در ابتدا حتما باید برنامه مطلب رو نصب کنیم. خب دیویدی رو داخل دستگاه میذاریم. من مطلب 2013 رو نصب میکنم. البته از مطلب 2010 فکر کنم به بعد اینترفیسش برای اون سری کارهایی که ما نیاز داریم مشابه همدیگه است و ما از اون استفاده میکنیم. توجه داشته باشید در ابتدای نصب حتما اینترنتتون رو قطع کنید و نصب using اینترنت رو انتخاب کنید. خب از توی فایل کرک من کرک مورد نیاز رو اینجا کپی میکنم. مکان نصب رو مشخص میکنیم. اندکی نصب برنامه مطلب زمان میطلبه. همطور که مشاهده میکنید نصبش تقریبا تمام شده. فقط قرار دادن لایسنس و کرک نهاییش یه مقداری زمان میبره. خب در قسمت پایانی نصب مطلب قرار گرفتیم. در این قسمت Active Manually Without Internet رو میزنیم و اینجا لایسنس رو از توی DVD وارد میکنیم. و خب نصبش به پایان رسید. برای اینکه حجم فایل کمتر بشه کوچیک کوچیک توضیح میدیم. نصبش در اینجا پایان رسید. در قسمت بعدی دستورات اولیه رو بهتون آموزش خواهم داد و بعد از اون وارد پروژه برنامه‌نویسی تحلیل خلب‌های 2 بعدی، 3 بعدی، قاب و شبکه خواهیم شد. فعلا شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.